أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، به درس 15 آموزش تجوید قرآن خوش آمدید. خب دوستان، در درس 15 بر شما ساکن را معرفی میکنم. دوستان، ما شما در 12 درس خود پرداختیم به خود حروف را خواندیم که حروف مفرد، حروف مرکب و حروف مقطعات بود. حروف مقطعات در بعضی از جاهای قرآن ظاهر شده و همچنان کاربردش زیاد نیست. قاعده حروف مرکب، حروف کلمات را ساخته که کل قرآن می باشه. و در درس 12 به پایان رساندیم و تمام شکل حروف را خواندیم، فهمیدیم و تلفظ حروف را یاد گرفتیم. از درس 13 الی درس 20 بر شما معرفی علامات که با کلمات در کلمات قرآن می باشه یا در بالای پایین حروف می باشه معرفی می کنیم. درس 13 معرفی حرکات بود که حرکت، فتحه، کسره، ضمه را گویند. ببینین اینجا درس حرکات ما اینجاست دوستای عزیز. در صفحه 7 قاعده نورانی درس حرکات را خواندیم که حرکت فتحه، کسره، ضمه را گویند که در خط اول در عین ببینین عین اولی فتحه و دومی کسره، سومی ضمه می باشه. یک علامه که امکان همراهیش با حرف است، یعنی در قرآن یکی امی حرکات با حروف موجود می باشه. و علامه دوم تنوین است که تنوین را هم در درس 14 خواندیم که بعد از حرکت تنوین هم در کلمات قرآن موجود می باشه، با حروف یک جا قرار می گیره. و همچنان امروز در درس 15 از ساکن، معرفی ساکن را گفتم برتان میگویم. دوستای عزیز، قاعده نورانی در عصر امروز کاربرد زیاد داره، زیاد سرزبان ها از در مدرسه ها زیاد ازش استفاده میشه. اما دوستان ببینید چرا ما درس ها چندین درس بعد از تنوین درس ساکن هست که من امروز درس ساکن را به شما به خوانش میگیرم. به خاطر که به قابل فهم یک طفل یا یک کسی که ضعیفتر می باشه، خوب درک نمیکنه، نیست که اول دیگر دروس را بخوانیم. از نگاه ما زیاد ثقیل‌تر از درس های قبلی که پیش از ساکن آمده. به این خاطر ما چند درس بعد از تنوین چند درس را جای ماندیم و درس ساکن را میخوانیم تا که علامات که بالای حروف ایجاد می باشه را تمامش نکنیم، به او درس ها نمی پردازیم. مشکل نیست، ما از لا بلای قاعده بر شما به خوانش میگیریم و در برنامه های خود یاد میدیم، چرا که ثقیل برتان تمام نشه و ساده و آسان بگیریم. خب تلفظ حروف که ساکن می داشته باشه، ببینین در کلمه اول، حرف اول که الف است که بالای خط فتحه داره، اما با از علامات که ما خواندیم نداره. ببینین نه فتحه داره، نه کسره، نه ضمه و یا نه تنوین داره که دو فتحه، دو کسره، دو ضمه می باشه. یک علامه تو خورده مثل دال است که خرد است، این ساکن می باشه. دوستان در یادداشتتان اضافه کنین که ساکن علامت است که از حرف ما قبل خود کمک میگیره. ساکن علامت است که از حرف قبلی خود کمک میگیره. به این شکل تلفظ میشه: همزه به زبر اب، همزه به زبر اب، همزه به زیر ایب، همزه به پیش اب، 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 اب. همزه د زبر اد، همزه د زیر اید، همزه د پیش اد، اد، اید، اد. همزه د زبر اث،
همزة ثا زير إث همزة ثا بيش أث أث إث أث همزة جيم زبر أج همزة جيم زیر ایج همزة جیم پیش اوج اج ایج اوج. دوستا گفته بودم که در حروف آبی رنگ قلقله کنین. ببینین که اینجا جیم حروف آبی رنگ است به این رقم اج ایج اوج. همزة ح زبر اح همزة ح زیر اح همزة ح پیش اح 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 اح. همزة خا زبر اخ همزة خا زیر اخ همزة خا پیش اخ 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 اخ. و همچنان در خا دوستای عزیز حروف سبز رنگ حروف قلقله است که پر تلفظ میشه. هر رنگ که در قاعده یا در قرآن کریم که رنگه می باشه است بیدلیل نیست. کم قوانین و تجوید ما پیشرفته شود و هر رنگ یک قاعده و قانون داره که ساده ساختن بسیار دست را در قرآن کریم و یا قاعده نورانی که رنگ است درس را بسیار ساده ساخته. وقت تمام قوانین تجوید بخوانیم از روی حروف هم شما میشناسین که چی را در کدام حرف قلقله کنیم در کدام حرف پر تلفظ کنیم که تا ما تنها همین دو قاعده را خواندیم. تنها همین دو نوت را گرفتیم، یکی از رنگا، یکی سبز که باید پر تلفظ شود، یکی آبی که باید درش قلقله شود. انشاءالله در درس های بعدی و شما هر رنگ توضیح داده میشه که در کدام رنگ شما باید کدام قاعده و قانون را مد نظر بگیرید. همزة دال زبر اد همزة دال زیر اید همزة دال پیش اد اد اید اد. همزة ذال زبر اذ همزة ذال زیر اذ همزة ذال پیش اذ 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 اذ. همزة را زبر عر همزة را زیر ایر همزة را پیش ار 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 ار. همزة ز زبر از همزة ز زیر از همزة ز پیش از از از. همزة سین زبر اس همزة سین زیر ایس همزة سین پیش اس اس اس. همزة شین زبر اش همزة شین زیر ایش همزة شین پیش اش 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 اش. همزة صاد زبر عص همزة صاد زیر اص همزة صاد پیش اص 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 اص. همزة ضاد زبر عض همزة ضاد پیش عض همزة ضاد پیش عض 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 عض. همزة ضاد زبر عض همزة ضاد زیر اط همزة ضاد پیش عض 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 عض. همزة ضا زبر عض همزة ضا زیر اض همزة ضا پیش عض 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 عض. به همین شکل دوستای عزیز ادا میکنیم و سوال ایجاد میشه دوستان که چرا ما در حروف در اولین حرف مفرد الف گفته بودیم. ببینین امی حرف اول را که فتحه داره بر شما الف معرفی کرده بودیم، اما اینجا ما چرا ای را همزه میخوانیم. دوستا در درس های بعدی انشالله بر شما توضیح داده میشه که همزه به چند شکل است. در بعض جاها این هم همزه خوانده میشه. در این درس همه تو بخوانین که این درس الف را همزه بخوانین، همزه با زبر به همین شکل که من تمام درس را تلفظ کردم و خواندم به همین شکل شما هم بخوانین. باز انشالله دلیل شد در درس های بعدی که رسیدیم به درس همزه ما انشالله ما و شما میگیم که دلیلش چی است، اما در این درس شما تلفظ همزه را به همین شکل بخوانین، الف نگوین همزه بگوین.
همچنان دوستای عزیز در سوره ها رسیدیم به سوره نصر، سوره فاتحه، سوره ناس، سوره اخلاص، سوره فلق و همچنان سوره مسد را خواندیم. رسیدیم به سوره نصر. ببینین دوستا، خدا کنه که شما تلاوت سوره هایی را که خواندیم برتان تلاوتتان در آنها خوب شده باشه. ما چندین بار یادآوری کردیم و باز هم میگم ضرور نیست که ما و شما مثل سبک یک قاری تلاوت کرده بتانیم. مهم این است که ما و شما قوانین تجوید قرآن را مد نظر گرفته تلاوت کنیم. یعنی زیاد بالا مثل سبک های قاری ها تلاوت نکنین. فقط مهم زیاد این است که تجویدش، قوانینش زیاد مد نظر بگیرین، تا چرا که تجوید و قوانین تجوید جلوگیری از این میکنه که در حروف اشتباه گرفته شوه یا تغییر بیاید، یا در معنای حروف تغییر بیاید، که مثلا حروف چندین حرف اگر بدون تجوید بخوانیم عادیانه چندین حرف است که به یک شکل بدون تجوید تو آدم فکر میکنه که یک شکل است، در حال که حروف فرق داره. مثلا سین است، سا است، که اگر بدون تجوید میگیم سین یا سا بسیار کم فرق میکنه، یا صاد است مثل آنها هم فرق میکنه. اگر این را به تجوید میگیم که به نوک زبان ادا میشه، علایده معلوم میشه که ایثاست، و سین علایده است، صاد علایده است، که شکل هر کدامش فرق میکنه. و مثال گفتم تا برتان روش شوه. تجوید خواندنش زیادتر مهم است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح های نیمه حلق را متوجه باشین دوستان. وای دوم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ويسوم. فسبح بحمد ربك واستغفره. اینجا وقف میکنیم دوستا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خب دوستان عزیز، از درس هایی که تا دی 15 درس بر شما از علامات یا حروف گفتیم، از درس هایی که خواندین، اینجا بعض مثال ها را برتان میگم که متوجه شوین و فراموشتان نشه. مثلا در اذا جا کنو آغاز میکنیم به سوره، زال است که از نوک زبان ادا میشه. متوجه به ادای حرف زال باشین تلفظش. اذا جا، در جا دوستای عزیز مد است که کشیده میخوانیم. گفتم که مد به چند نوع است که در مدها را بر شما در هر برنامه انشالله از این به بعد یک مد هم معرفی میکنم. اما مد کش کردن را گوید که عادیانه ایشه بفهمین که مد کش کردن را گوید. در بعض جاها که مد از در سوره هایی را کش بتین. اذا جاء نصر الله والفتح. در نصر در صاد که رنگ سبز رنگ است، و همچنان در نصر الله در لفظ الله هم سبز رنگ است. در حروف سبز رنگ اینجا پر تلفظ کنید. اذا جاء نصر الله والفتح. هایی که در لفظ الله است ها از آخر حلق ادا میشه، و در فتح که آخر های است های از نیمه حلق ادا میشه، که متوجه تلفظ باشین که های لفظ الله و فتح به یک شکل از پیشتان ادا نشه.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. و همچنان دا ورأی ای که علامت یا دا ورأیت یا علامت ساکن داره که امروز درس ما سر همین موضوع بود. ورأیت ببینین یا از همزه که فتحه داره کمک میگیره. ای ورأیت الناس دا دال هم ید که ساکن از یایی که فتحه داره کمک میگیره، یعنی با یا یک جای تلفظ میشه. ببینید ناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره. در واستغفر وقتی که وقف میکنیم متوجه های حلقی باشین، خوب از حلق درست ادا شود. واستغفره انه کان توابا. دوستان در واستغفر که وقف میکنین درها لبهایتان را اما تو گل بسازین. همین شکل اینجا در وقف هست که انشالله باز علامات وقفه که برتان گفتم دلیلش را هم میگم، فقط عادی برتان اینجا میگم. وقتی که درها در واستغفر وقف میکنین لبهایتان را گل کمی بسازین. ببینین واستغفر کما لبهایتان گل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظیم. این بود درس 15 ما دوستان عزیز. تا درس 16 موفق باشین.